یکی از محصولات بسیار دوست داشتنی زراعتی که بین مردم سرطلب است شالی به حساب می رود، یعنی برنج. و چون حالا موسم شالی است، یعنی کار در عین اوج است، ما هم همین موضوع رو پیگیری کردیم. بیننده عزیز درود میگوییم برایتان و دعوت میکنیم تا اینکه برنامه ما را تماشا کنید. باور دارم نوبسته از آنه که مردم ما کشاورزند و همگان میدانند درباره این نمودی هنر معلومات رو، ولی منفعت بخش خواهد بود این موضوع، این برنامه. و چون در چنین یک جای زیبا منظر دیار در شهر حصار قرار داریم، برنامه را نیز از خود همین جای پیشنهاد شما میگردانیم. کرمک. همین کرمک است؟ کرمک. از کجا فرق میکنید که این کرمک است؟ با همسه مبینش یک رخ سفید دارد، علف کرمک ده. با شالی خیلی مانندی دارد و کسی که مثلا با شالی سر و کار نگرفته است این را فرق کرده نمیتواند. نمیتواند. تنها از همون رخی سفیدی بینش ما میتوانیم. او بینش. بعد خیلی برگوش هم لپا لپا میشه، از شالی فرق میکنه. پهن‌تر میشه. پهن‌تر میشه. رنگش هم بلند. رنگش هم بلند. خیلی مانند. و این علفی که ما کندیم نام دارد سلام علیک. سلام علیک. سلام علیک. این رو چه خیلی مثلا تازه میکنید با دست و یا با یگان طرز دیگه؟ هم با طرز دست میشود، هم با ظرفیمیکات ها نیست کردن ممکنه. داروها. هر گونه داروها. و بیننده گرامی، همان گونه که گفتیم ما امروز میاموزیم که به شالی چگونه نگاه و بین میکنن، اونمان چگونه پرورش مینمایند این نمودی زراعت را، و گمان میکنم یک برنامه خوب روی کار میاریم. البته حالا استاده نزد دهقان، کشاورز، دولت مومنوف که این همه رو به ما میاموزانند نازکی رو، و در این برابر در برابر دولت مومنوف باز دیگر اینجا دهقانان هستند، شالیکاران هستند که حتما ما با آنها هم صحبت میشویم و این همه نازکی رو میاموزیم. حالا ما قرار داریم ناگفته نمانیم دوستان عزیز در دهه گلخانی شهر حصار در جمعیت دارای مسئولیتش محدود عبدالرؤوف یوسفوف. خب و در اینجا که هوا گرمتر است، ولی ماه می ما میتوانیم که شالی رو کشت کنیم و مثلا ما در حاضر زمین شالی قرار داریم و این شالی ها رو لغت میکنیم. این یگان آسیب نمیبیند شالی؟ نه این فایدهش هست. این سومکنی با خوبتر و عموما همین سومکنی گذرانده میشود در زمین؟ میشود در کی؟ از همین 20 روزگی تا 40 روزگیش سوم کردن در کار مدتی 20 روز با. و حالا ما در چند روزگیش قرار داریم؟ تقریبا 50 روزگی. 50 روز دارد و همین قدر قد کشیده است. قد کشیده است. باز در دیگر جایها مثلا دیدم ممکن است که علاقه سر برآورده ایستاده است. هست در هر منطقه هر خیر هست. یعنی بر وقت‌تر اگر کنیم بر وقت‌تر پخته میرسند. خب درباره آب ماندنش نگویید؟ آب مونده که شالی به آب نمیشه. آب کمی همه وقت آب موجود داده. همین وقت یک دارو دادن ده آبش قاق میکنید. خیلی حالا در همین حالت ما دارو زدیم، زرخیمیکات زدیم برای علف‌های بیگونه. در همین حالت 4 روز قاق میکنیم شد. بعد 4 روز با آب سر میدیم. قاق میکنیم یعنی پوره قاق نمیکنیم. پوره قاق نمیکنیم. حتما که زمین نرم است، نم است. نم ایستاده. همین 4 روز قاق میکنیم با آب سر میدیم. با غیر از مثلا علف سلام علیک و کرمک باز چی نمود میروین علف‌های بیگانه؟ علف‌های بیگانه همین اساسش همین شالی با همین کرمک و سلام علیک. دیگر خیر علف نمیشه. یعنی این علف‌هایی که مثلا در سیروبی هم نشون میکنه. خب فهمم. و این چی نمودی شالی است؟ چی نوع شالی است؟ شالی یوبله است. شالی یوبله که در این منطقه ما شالی یوبله هم میکردن، 013 هم میکردن، بعد لازر میکردن. 3 نمود همین اوچاسکا با همین زمین به حدود 3 نمود شالی هست. یعنی شالی که در زمین قرار داریم شالی یوبله هست. از مثلا همین تنهش فرق کردن ممکن است؟ یگان تفاوت دارن؟ فرق کردن ممکن است. انا شالی لازر انا بالا رسیم. چون بول شالی بالا دان از لازر هست و شالی این شالی باریکتر هست. تنهش بوتاش باریک است. انا این شالی که در درونش استفاده می شالی برگش پهن‌تر می شود، از شالی فرق میکنه. قدش پستر یا بلندتر؟ قدش بلندتر می شود. و با کدام نمودی شالی برنج اساساً طلبات بیشتر است؟ همین برنج 03 یوبله با لازر با حاضر همین بازار جهان بازار با همین چقدر طلب داره همین شالی یوبله و لازر.
талабот бештар талабот астанд. бештар. خب باز چی گفتم که درباره نازکی شالی پروری؟ که شالی نازک، شالی بسیار نازک است. اگر این در هر خیل حالت‌های نمی چنگ و غبار اهمیت ندیم، شالی را ممکن که جل زدنش ممکن است. یعنی در همین موسم؟ در همین موسم. اینجا این کسل شدگی، کسل زرده شدگی. یعنی این شالی است کسل شده است؟ کسل شده است. این ما میتونیم از زرخیمیکات‌ها استفاده بریم. یعنی برای تبابتش مثلا زرخیمیکات زرخیمیکات‌ها تا سری وقت استفاده بودن. حسابی هم گرمیش چنگ و غبار میشه. کسل هم میشه. حسابی گرمی میشه، او بسیار جوشی باد میشه. آدم همون حساب نیست میشه. یعنی هوا گرم است، باز هم چنگ و غبار است. چنگ و غبار است، همون حساب بسیار کسل میشه. اکی دولت درباره پالگیریش چی گفتن ممکن است؟ چه خیلی است این جریان؟ درباره پالگیری که حاضر همه شرایط‌ها همین تکنیکا شدگی همه شاید با تکنیکا میکنیم. جوفشم تکنیکا چیزیل میکند، بعد او سر داده لویشون کنیم، تراکتور میدروریم، هوار میکنیم. بعد ایوای تراکتور هوار کردن، بعد اسکتی مولا کردن میچوشیم دون. و مثلا کشتی تکراری است این وقتی؟ کشتی تکراری هم میشده. زمینای ما زمینای سنگلاق قنواره هست که کشتی تکراری هم میشده. همون در میدان قرار داریم که ما جو کش کردیم، ما نویابر و جو کش کردیم. 25 مایدا جو رو درو کار گرفتیم و 1 مایدا شولی کردیم. یعنی همون زمینو؟ آن همین زمینو رو شولی کردیم. نسبتاً قدش پستر است؟ قدش پستر است، نکیم افزایشش نغز است. که زمین در کشتی تکراری شده و زمین کشیگردون شدگی شولیش عملش نغز است. همین باز مثلا پروهایی که در اول باقی مونده است باز خوبتر نغز شد. و حاصل غنداریش مثلا چقدر خوبتر است نسبت به زمینی که در اول میکردیم؟ همین به برابر است. با همین برابر است. و پس از شالی مثلا باز یگان کشت کردن ممکن است؟ کشت کردن ممکن، غلادونگی و گندم جو کشت کردن ممکن است در همین زمین و بعد شالی رو درو کردن. باز وقتی که گندم رو گرفتن باز شالی گرفتن ممکن. بهترین. و همین درباره دروش چی میگوید؟ با دست و یا باز هم با تکنیکا؟ ما که زمینمون کم که هست با قوه دست میگیریم. با خاص زمینی هست که تکنیکا میگیرن. اکی دولتمون جایی که مثلا پال ها رو از هم جدا میکند ما میگوییم مرزی پال، باز میگویند کنده پال. و همین در اینجا علف میروید. باید که چخیلی میدونن تا جای میدونن توزه کنیم. خب توزه نکنیم مثال هر خیلی کسلی و از اسم علفو میشد. بعد هم سری مرزی پال گشتن میشد، یک شولی را یک او دهش دیدن میشد. همین دور همش توزه کردن نگاه کردن در کل. و طول چند سال است که شما همچون مثلا کشاورز دهقان فعالیت دارید؟ طول 22 سال شد من در همین خوجگی کار میکنم. این участке به گلخانه برگردیرم 22 سال شد. هم 22 سال شد همین شالی میکاریم. و میدونید پیشتر مثلا کاری شالی کاری زحمت طلب بود. و امروز ها که مثلا تکنیک ترقی کرده است و باز خیلی گفتید از داروهای استفاده میکنیم کمی آسان‌تر است. خیلی شما تجربه زیاد دارید و چی تفاوت مثلا باز پیدا شده است در طول قدر سال؟ پیشتر چگونه بود مثلا؟ پیشتر همین شالی را بسیار مهنت میکردیم. همه کارا دستی بود، وزبینی بود. انا حاضر در این 5-10 ساله اخیر هم از نمود تکنیکا شده است. وقتی زرخیمیکات ها شده همه کار آسان شده. و حاصل غنداریش مثلا چگونه است؟ یگان تفاوت دارد یا که خیلی بخونده است؟ نه ما حاصل غنداری همین شالی 120 روز 130 روز همین زمینای ما با 120 روز شالی پخته میرسد. همین ماه اکتبر مای بکاریم، ماه اکتبر جمع‌آوری کار میگیریم. همین شالی ما اینجا 6 گکتار زمین در زمین 6 گکتار استفاده می‌کنیم. همین هر یک گکتار 6.5-7 تن ما شالی خون می‌داریم. شالی یوبلی. پیشتر هم خیلی بود. پیشتر هم خیلی بود. انا یک دیگه شالی ها هستند شالی 0.13 میگیم. از این شالی وزن‌تر. ایوای تو 8 تن تا 10 تن. سر حاصل است. انا شالی لازر هست و ای یوبلی با کمتر. ای 4 تن تا 5 تن ای گکتار میگم داریم. و فکرم برای همین هم نرخش کمی قیمت. نرخش قیمت. اکی دولت وقتی که ما با اینجا حاضر شدیم شما را
در درون همین شغلی دریافتیم و در دست بیل داشتید و کار میکردید. با چی کار مشغول بودید؟ من هم اوی شغلی رو همش اساس کرده بودم. اوشون قاق کرده بود، دورو زدن در کار بود، بعد یه زرخیمیکات ها استفاده میبریم. همون اوشون قاق کرده، او دورو دادگیمون اوشون سر میتیم. اسمش قاق کرده دورو زده رفتیم. یعنی همین گونه همه روز، یعنی همین گونه هر روز کار داره؟ کار داریم در درون شغلی هر روز کار است. همین یکمی همین کار روزی کاریش تو در و جنبه استش کار است. به آدم نمیشه. خیلی گفته طول 22 سال است که با همین کار مشغول هستید و تجربه کلان دارید. هستن خواهشمندان یا نفرانی که نوکار هستند و میآموزانید برایشان؟ هستن اونجا بچه‌ها هستن، این زمینا رو تقسیم کرده دادگی کار میکنن. اون نفهمیشید میپرسن، یاردم میکنیم شما. خب میدونید برنامه میآموزیم به خود خاص یک جالبیتی دارد. حتما که ما عملا یگان کار کنیم و حالا که گفتید تنها همین کار مونده است که آبیاری کنیم یا که آبش رو خاک کنیم از شغلی رو میتونیم همین رو نشان دهیم، حداقل کمی باشد هم. من خیلی دیده ایستادیم آبیاری کرده شد این پا. همین قدر کار کفایه است. همین قدر کار کفایه است. بیننده گرامی باید گویم که هم صحبت بودیم و این همه رو اسرار شغل‌کاری را آموختیم از دهقان کشاورز دولت نومینوف. تشکر به شما برای کار موفقیت تمنا دارید. ما در همین خواجگی جمع 47 گکتر شغل کشت کردگیم که من خیلی دیده ایستاده نشونمایش نقص. خب با تامین اوزوقه یکم اوزوقهش رو دادگیان منو نصیب باشد بعد یک چند روز پس اوزوقه دوم رو میدیم که این نشونمای همین شغلی خیلی کمکی نقض میکنه. اساسا این شغلی گرمی هم میخواهی و با گرمی بدم شود زلالش هم رسیدنش ممکن. یکی اوزیر همین بود و هوا دا نقضش شد. بعضیش کشتی تکراری بود که بعضی جوش ما غله کشت کرده بعدی غله کشت کردیم. بعضی جوش اساسا این زمینای سنگلاخ که هستن برای اوای کدام زمینش که سوستره ما غله کشت کرده میگیریم، کدام زمینش که سنگلاخ کشتی اساسی همین شغلی میشه. دوستان عزیز ما بخش دیگری برنامه را پیشنهاد شما میسازیم و آمدیم به قسمت دیگری زمین و هم صحبت خواهیم شد با کشاورز دهقان که زیاده از 10 سال فعالیت کاری دارند در همین زمین ها خاصیت قربانه. سلام و درود باری دیگر. رحمت. و خیلی گفتید شما زیاده از 10 سال که تجربه کاری دارید و با شغلی سر و کار میگیرید. بیاید درباره آن حرف بزنیم که چگونه دون رو میپاشند. خیلی میدونیم یکی از قسمت های خیلی نازکترین شغل‌کاری این دون پاشی هستن. بله، در 10 صادق 12 کیلویه. در یک گکتر 120 کیلو دون صرف می شود. انا از همین شغل یوبیلی. این شغل یوبیلی نام داره. یوبیلی. و زمینش رو قاق کردن تا اینکه دورو پاشند و علف‌ها نابود شود. دورو خمیکات زنن. و چقدر هست نمی پاشیدن؟ شما من خودتون و دون پاشیده؟ بله، جوش میبیه میپوشم. میتوانید؟ بله میپوشیم. نازکیش در چی است؟ نازکیش همین که چقدر توقع بیایه. اگر که غوص بیایه بون نمیشه. نمیرویه نه؟ میرویه نمیشه. حاصلش کم. وقتی که در یک صادق 200 گرم میشه در 10 صادق 12 کیلو میپوشی. همین 10 صادق گفتی که پاکی تو 600 کیلو رو شغلی گرفتن ممکنه. خب چقدر وقت لازم است که مثلا همین شغلی کاری رو آموزیم تا اینکه یک کم تجربه پیدا کنیم؟ خیلی آدم با چی باشم 1 سال 2 سال ده یاد میگیره. همین ماهانم گفتی که پاکی یک کوهستان آمده گیم جغلتی دگیم. خیلی 1000 بار شکر خیلی دهقانی کردیم. چی کردم خیلی روز بردستین بیرگدیر کار میکنیم. بهترین و گفتید که مثلا دون تر میکنیم چند روز باید تر کنیم؟ چند روز باید تر کنیم؟
یکی هم پیش از کاریدن تر میکنیم؟ یک شبانه روز تر میکنیم. میبیریم میکره که وای را پوچشه میبروریم تو میشویم تازه میکنیم و میبیریم میکوریم. اول تازه کرده میشود بعدا میپوشیم؟ بعد میپوشیم. خیلی وای غج نمیکوری وقتی که تازه کوریدی با همون نهال هم تازه میروید. گفتم که شاله در مدت 120 شبانه روز نگاهبین پرورش کرده می شود و در همین قدر مهلت وقت حتما که پخته می رسد. ولی می شود که مثلا آب و هوا کمی گرمتر می شود یا که نسبتا سردتر و یگان تفاوت پیدا می شود. مثلا می شود که در 125 روز 120 روز نه یا که 150 روز می شود. خیلی 130 روز هم ممکن خیلی آوش قاق میمونه پس میزنه آو نمیبیاید جوبرو قاق میشه یعنی خیلی شیدنش هم ممکنه که ما هم 120 روز گفتن که 120 روز ایدوم شویم یعنی پس یعنی اگر نغز نگاه بین کرده شود حتما که در 120 روز شولی که نگاه نکردی پس گیری میکنه. اگر این خیلی حالت هم شدنش ممکنه که بر وقت تر پخته رسد. حاضر دارویی که برو اومده خمیکات که میپزونی نکن وای این آشایی که چی مومون و خیلی آش نمیشه. طعمش دیگر. طعمش دیگر میشه. طعمش دیگر میشه. و شما به فکرم کوشش میکنید که در همین مدت 120 روز پخته رسد. در معیار خودش. در معیار خودش طبیعی پزد. طبیعی پزد. خب فهمم. و اینجا علفا را میبینیم علاقه کمی زرچتاب شدن خیلی این مثلا پال قاق کرده شده است. باور داریم که دارو پوشیدن. دارو پوشیده. و این تنها به علف مثلا تاثیر میرسوند به شالی نه؟ نه شالی ده نمیرسونه فقط علف ده. نه نگاه کنین نه علف زرد کرده. علف زرد شده. زرد شده. و اون جایی که مثلا دارو نپوشیده حالا علف سبز است. سبز است. پخور گو میخوره. علف باز پرس میکنند و دیگر چیزایی. پرس میکنن گو میخوره. در مورد پرس حاضر نمی پارینا ما ده خریده بردن نمیدونم اگه اومدن یا فیرم اومدن خریده بردن همه گفتی هر سال میپسندیم همون تو میپرتیم 2 سال شد همه هم پولش دیگه همه هم با جایی همون چیره جفت و چیزی مونه پولشو با میبرورم بخالی شلو بهتره حاضر گفتی گفتی اگه اون چی نیست که ما پرتیم وایره یا چی کنیم خیلی ایا محصولات ما اینا وقتی که شولی رو دراو کده شدیم برنجی کلون میبروره برنجی مایده میبروره انا پخال دوره با برای گو نرمه میگیم ام دوره همینا گفتی که پاکی مود محصولات هایی آدمی که دهخونده همیو محصولات تیاره. بهترین تشکر به شما و موفقیت میگیم برای کارهای آیندهتان. بگذار که امسال هم یک حاصل خوب اون دارید و اهل همین مردم تاجیکستان بهشت‌آسا رو باز هم شاد گردانید. آمین. رحمت. تشکر. چون شاله زراعت آبطلب است در مرزهایش تا حال ما پودینه را دریافتیم. وقتی که در مرزهای شاله قدم گذاشتیم بوی پودینه به مشام میرسید. و عموما حصار شادمان همین گونه یک طبیعت بهشت‌آسا را دارد و در اینجا تمام مردمانش با زراعت پروری و دهقانی و کشاورزی و من هر گونه کسب و کارها شغل می‌ورزند، مشغول هستند، سرگرم کار هستند همیشه. این بود دوستان عزیز برنامه می‌آموزیم که از حصار شادمان برایتان پیشنهاد نمودیم درباره طرز نگاه‌بین شاله و باور داریم که پیگیر برنامه ما بودید، با ما بودید و پسندتان آمد این برنامه نیست. سربلند باشید. خیر.